جان حالا کاش میومدی تو ولی شما الان بفرمایید جا مامان جان بذار الان میارم هیچ چی بابا سوغرای گشنه چیکار کنم نار چی گذاشتی شما تو رو خدا قشنگ آفتش میکنی شما یا نه سرخ میکنی کامل به خدا یک بار آفت بکنه اینقدر خوشمزه شما رو واسه ساعت 5 ساعت خونه آدم خانم کی میان شما باشه مامان جان بیا یک جایی که بالا بشینیم ما باز اون فوقنای دیگه نیادم اینقدر بدم میاد جای ما میان بشینه حالا میامدی تو بیا تو میخوای ها اونت خواهر جانم نه مسئلهش دیراده که بخوام بگم که حوصله‌ات سر خیلی بازی جانم بهش بگو بیاد تو دیگه از تو مامان جان عجله داره میخواد بری شوهرش میخواد بده احمد آقا که میاد از سر کار خب برو خواهر میدونم عجله هم داری ولی بگو الان میخوای لباس بخری برای عروسی یه چیز دیوونه لباس بگیری من لباس قرمز رو بهت میدم یکم چاق شدی دیگه ببخش مرتب اونقدر قشنگ سایز گوشنمه ای بابا خرید تو اصلا نمیذاره ما صحبت کنیم حالا برو ببین تو هم که دیرت نشه با فهمیدن راجعش مفصل باید با هم صحبت کنیم